اومدم منو ببر تو بیس. خیلی خوبه. ریدیم. سلام، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. کسورم. اومدم یه توربویی بزنم چون زیغ وقته با اینووکر با همون متای هلینگ که حالا تو تی آی میبینیم ببینیم واقعا جوابه یا نه. و توربو هم زدم چون یه چوسه دیگه بازی پاراویژن و فالکونه دیگه، بعدش برم واچ کنم ببینم کی میزنه. مثلا توربو سریع بزنم ویدیوشو بذارم. 30 seconds to battle. از اینجا میاد. ما آیتم اول روبرون زید اونقدر چیز نیاده، بعدا متریال رنگ و آلپیک براتون میذارم، ولی که الان چون توربوه دیگه فقط سریع میریم متا رو ببندیم. این وکر هم آوردیم که مگنوس رو برمونه. او سایلنسر اومده. فعلا ریدیم. لسکیتو با حرکت دودول ولایی میگیریم که رنج اون به کار نره. حالا توی مسابقات اصلا همه ریدیم. تی آی همه مثلا هلم و اینا می آوردن دیگه، مثلا استفاده شده قطعا دیدید چجوریه، به عنوان مثلا هند آف میدرس ازش استفاده میکنن. یه جا میبینیم که اگه سان نیاز بود کسی سانو بکوبیم. به این صورت سانو میکوبیم. یه خود زیغ ماناییم. نولو باید بیارم. و تو توربو اینجوری که محل آیرون برن چون بردم نمیارن معمولا، خیلی سریعتر همیشه پیش میره. ولی دراممون رسید. نول بیاریم مانمون به گاه. حتی 2 تا نولم بیارید دیگه اصلا مانتون بگاه نباشه. هل هم بذاریم کلا ویدیومون در مورد هل ریدیم. اوه اصلا فکر نمی‌کنم بخوره بهش. ای ما یعنی برجمون دوتاشه خیلی راحت این آقا رو سایلنسر رو میفرستیم.
اونم دوتا میل آورده ولی ما اهمیت نمیدیم به کار خودمون. Your bottom tower is under attack. همه رونام داره میگیره ای کسکش هر کی یه جوری سایلنسر هم رو برو ما بود همه کرده بودیم دلمونم اومد یه دونه شوز ما اینجا میرزیم کله اینو پوش بدیم بریم دلمون از جانگل بگیم سایلنسر نیست اونجا که توربای مانگوی خود میخریم حالا که هل داریم راحت تاورشون میکنیم حقیقتا حوصله جان کردن بهتون ندارم این پایین هم یه پوش بدیم Your top tower has fallen. Dire structures are fortified. اوی خارج زیاده تعدادش The enemy's bottom tower has fallen. این هیلمه حالا شما نباید توقع داشته باشید که باش بتونید مثلا چیز بذارید و خیلی ایمپکت خاصی با هیلمه داشته باشید با اینکه میشه گذاشت ولی اون باف پچ حالا به عنوان هند آف میداس ازش استفاده میشم به یه جهتی خیلی نمیشه گذاشت
یه ویچ ولید میاریم. به من حقیقتا باید یک ایولم واسه اولتی سایلنسر بیارم خب، اون بعدها به گامون میره ولی اون همینجاست رفراش خوشیشم من کسم دایر داره تگاهی مگیس رو ببینم یه خب یادم مگیس میره. گو خوردم یا خدا. لیول چرا نمیگیریمش؟ حالا من خودم این وکر که بازی میکنم رودافاتوس میارم خب، یعنی اون چیزش بیشتر قبول دارم. بعدشم گفتیم تا تو مسابقات داغه ما علمش رو یه پلی بدیم، دوستیش خیلی داره. Your bottom tower is under attack. I'll keep it in my spheric Your bottom tower is under attack. یادش باشه اینقدر عجیب بازی نکنه. من مسابقات دیدم فکر کنم دومین حسط چیزش آورد کوکسش آورد، ولی من اینو بیشتر هست یعنی اکسپورتش والا اون دمیج بیشتری داره مثلا تو رندوم مچ ها به اولت کنید ممنونم بگرد دنبالم حالا بی خیالت میشم نگات هم نمی کنم. این تاور رو بودم اوه شیت بگایی یا اماموزه گوه خوردم پیدام نکنید. حاجی یه باف دیگه رو بود مرده بودم یعنی پسفولاتی دیگه اینجا. اون چیزی که میاریم اول اینو کنیم من پایینه یه پوش بدیم. Your middle tower has fallen. Your middle tower is under attack. بیکیوی میبرن نمیچه خب بیکیوی قهر من قهر بودن با بیکیوی. Your middle tower is under attack. Your middle tower is fallen. یا امام حسین
من که شهیدم خب ولی دیفیوز بریم از سام بکنم. I proceed. مرسی بگه تیپین برسی رو بشتم بیا باید رمپیج بدیم رمپیج تو میگیرم بونکیان زیاد دوست ندارن تو تور با مردم رمپیج بدیم اسفالا خیلی درکته آینی رو برو افتاده من با اکانت خودم نیستم یه سری حرکات عجیب غریب میزنه Has fallen. کل لیولاش رو من گذاشتم آدم پیچیده Dire structures are fortified. دیگه گیول حتی تو توربو ما آنپاز هم میکنیم که بگیم ما خیلی پیشورتر از اون حرفاییم ببین حتی همتیمی خوش آنپاز وای 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 یا خدا بگاه خیلی رفت تیش هم گذاشت بیکیوین بیاد خیلی خوب میشه فقط و فقط میشم اولتی چیز منو بگیره و فیس یه بقیه‌شون نمیتونم حرکتی بکنم منو خیلی رفته بودم جلو میخوام سریع پوش شدم برم تیایو ببینم برای همین میخوردم بیکی داشت نزد بعد این هم خیلی با مزاسی هیچ وقت اینو نمیگیره لیت گیمشون ولی بد میزنه مخصوصا لیت گیم توربو سریعا میگیره Your اوگیر top اون tower is under attack. اینقدر تانکی کنم Radiant structures are استلامو fortified. ول بدم خیلی ایزی میتونم Enlightenment and a spell I will remember. کارماراشونو بکنم خب Carry unto death. اینو مادرت نزن یا امام حسین یا ابوالفضل وای سولاخمو Concentration. خیلی فیس بد میزنه دینامون دیکه اونم کسخل مسخله To battle. Mercury. Your top tower is under خواهی داری بیا بالا Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. what the fuck مرسی حالا حالشون خوب میشه آدم پایین رو سریع خوگره خودایی خوب چونم رو گرفت نو 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 دیوونه شده یا بعد عقده دارن و بعد Speed. او این دوتا رفتن اون پایین رو تیپی دادن اما اینجا راحت میریم گوش میدین حالا هلم آوردم بهش عادت ندارم هلمامو نمیزنم The enemy's top tower is بعد عصبیانم Threatens my concentration.
یه حرکت زننده ای داری میکنی. ببین من چون فیلم دیگه خوشم نیومد یه دقیقه داست نزن ایران. باشه خیلی دور با حال میره. یعنی یه مش پوستمون حالا بیشکته گفت من یکی انداختم سرم انداختم دیگه ایونم دارم و تمومه. یه دونه ارچید خورد کاراش شد. ممکن که با این کاراش که میکنه همه نمیشه یه ارچید سری بازی تموم کنید. داداش طرفه پارابیجنه و اینکه با اذیتشون کنیم این کارو میکنیم. سریع هم بک میدیم که پایین رو بیاریم جلو. این پایین رو بمید که دوسکی بدیم اینو بعد روشون یه پوش بدیم بعد یه روشن یه هایگران تو فیس بگیره خوب بگیره ها جی میشیم. ما تلاشمون رو میکنیم که این اتفاق نیفته. اوه دیدی خوشگلو موری خیلی سریع داریم گیرمون توه شیرمون رو میذاریم توی روشن زدن و میریم جلو. رئیس تو رو قرآن تو رو اقام بسته ندارم اونجا کمکه خودش دست رو دوست دارم ساعت کس خودم دست تکون بدم منو ببر تو بیس. خیلی خوبه خیلی یارو خوبه بچه اینم بود از حالا اونقدر میگه تو توربو نمیشه مشخص کرد ولی اینم از حلم اینووکر توربو یه فایت میاره یه بازی جی کردیم خب بعد دیگه گفتم تا زیغ وقتی یه ویدیو ریز براتون بذارم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لایک و سابو بکوبید که عشق کنید.